در سوره آل عمران الله تعالی بعد جنگ احد، بعد اینکه مسلمان‌ها شکست خوردند، 70 نفر را شهید سپاریدند، الله تعالی گفت که ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ضعیف نشوید، سستی نکنید، ناامید نشوید، غمگین مشوید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما عالی هستید، شما از همه برتر هستید، شما بهترین مخلوق هستید مادامی که شما مسلمان هستید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بر سرتان مصیبت می آید، قرض می آید، بلا می آید، در بالاتان غیر مسلمان حکم فرما است، در زیر یک کافر کار میکنید، غمگین هستید، مشکلی دارید، مصیبت دارید، غمگین نشوید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما عالی ترین مخلوق هستید، شما برترین مخلوق هستید مادامی که مسلمان هستید. مادامی که مسلمان هستید هرگز غمگین مشوید. این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. امروز اگر برای شما زخم رسیده باشد، جراحت رسیده باشد، امروز مغلوب شده باشد ظاهرا در جنگ، همین مصیبت دیر و سال گذشته به کافرها هم آمده بود. در جنگ بدر آنها مغلوب شدند. این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. امروز به آنها آمد، امروز مصیبت به شما آمد، سال گذشته به آنها آمده بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، ما همین خیل روزها را به نوبت بین آدم ها میدهیم. یک روز مصیبت بر سر شما میآید، یک روز بر سر دیگر کس. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا اینکه الله تعالی آنهایی که ایمان آوردند ایمان آنها را آشکارا کند. و یتخذ منکم شهدا، اگر مسلمان ها همیشه غالب شدن گیرند، هیچگاه مغلوب نشوند، شهیدها از کجا به دست می آید؟ تا اینکه الله تعالی از بین شما بعضی انسانها را شهید گیرد برای مکافات بهترین را دهد. الله لا يحب الظالمین، الله تعالی ظالم ها را دوست نمی دارد. و در آخرش گفت که ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، الله تعالی بر سر مسلمان ها عذاب و مصیبت و مشکلی ناامیدی را می دهد گاها، تا اینکه آزمایش کند، امتحان کند آنهایی که ایمان آوردن و کافران را نیست و نابود کند. یعنی این حکمت های زیاد دارد.